در شهر خوجند مسابقه فوتبال بین نورسان 15-16 ساله برای دریافت جام شرکت احمدوف برگزار گردید. مورد به ذکر است که شرکت مذکور یکی از همکاران فدراسیون فوتبال ولایت سوخت و سرپرست یک چند مسابقه های فوتبال کودکان و نورسان می باشد. در مسابقه مذکور که با مقصد جلب کودکان و نورسان به فوتبال و هوسمندسازی آنها راه اندازی گردیده 5 روز ادامه یافت. 8 دسته تیم های اکادمی فوتبال استقلال، کلوب فوتبال سپیتامن، دسته جوانی، کلوب فوتبال توج در زیرگروه ا و دسته های استقلال گروه، خستیورز 8 و کلوب فوتبال سوخت در زیرگروه ب بین هم سبقت نمودند. بعد 3 دوره واخوری ها دسته های جوانی جبار رسولوف و کلوب فوتبال سوخت 87 با واخوری های نهایی راه یافتند. دیدار نهایی بین این دسته ها جالب و دیدنی جریان گرفته. فوتبال بازان دسته جوانی حریفان خود را مغلوب نمودند و با گرفتن جام مسابقه شرفیاب شدند. با غالبان و جایزه‌داران این چهاربینی ورزشی مدال و افتخارنامه، جام و جایزه های شرکت احمدوف را نمایندگان فدراسیون فوتبال ولایت سوخت در فضای تنتنوی تقدیم نمودند.